خب حتی از حاج آقا چی یادته؟ از حاج آقا کوچیکه، از حاج آقا بزرگه بگو. پهلوان. آره آره. چند دفعه دیده بودیش؟ زیاد دیده بودیش؟ آره. هر وقت میرفتی همدان میرفتی محکمه؟ من هیچ وقت محکمه ندیدمت. من یه منظره از حاج آقا دیدم، هیچ یادم نمیره. برای من مرحوم حاج آقا اینجا داماد سلام گرفت. بله. بعد حاج آقا آمد الفود. آمد الفود، اسب ارباب فرستادن، مال محمود، یه اسب خیلی نکرسته. اینو فرستادن جلو حاج آقا که سوار بشه. خدا رحمتش کنه، سوار یه اسب شده بود، یه اسب کمر همجوری چی بود اینا. آمد سری قبرستان، یه گوسفندی جلو حاج آقا سر بریدن، یه اسب پیاده شد. تمام مردم هم جمع شده بودن، صلوات و اینا. خدا بیامد. دو شب اینجا مهمان بودیم. بعد چند سالت بود؟ من تقریبا 16 سال. 16 سال بود آقا عروسی کرد. من با اسب و اینا؟ نه اون اسب برای حاج آقا فرستاده بود. حاج آقا اسب سواری هم میکرد؟ حاج آقا بهترین اسب سوار بود و بهترین اسبا رو داشت. اصلا داشت حاج آقا؟ حاج آقا 7 تا اسب داشت. بعد جمله برات بگم، اسب حاج آقا احمد شاه موقعی که میاد همدان، حاج آقا میگفت به نوکره، گفتم ما اسب کهره زین کن، خودت هم بیا اسب دیگه زین کن دنبال من بیا. میگفت رفتیم، یه اسب ماشین ندیده بود. تو جمعیت تا ماشین دید شروع کرد اینا دیگه. میگفت بلند شدم سر این چی، یه مشت زدم سر اسب و جاش خورد. به نوکره گفتم زین برگشه بعد بیا اسب بده من. اسب اونه گرفت، میگو یه مشتی دادم اسب خوابید. اسب مرد؟ اسب مرد در جا. میگو این حاج آقا خیلی بوده. تاریخچه یاد آقا خیلی مهم. من خودم یادمه که ما از این هم میگو شدیم. میگو 7 تا 8 اسب داشتن، یه اسبی آوردن برسه آسد علی اصغر. آره. میگو آوردن و میگو من اینی کجا بودم بعد تربیده. میگو این رفت تربیده آمد که بابا جانی تو چقدر. میگو اسبا یکی که مردن. من یادم میاد از محکمه در اومدیم، سوار نماز خوندیم. آره سوار درشکه شدیم، داشتیم میرفتیم خونه. غروب بعد دیدیم که از همون میدان چیز اومدیم شب داشتیم میرفتیم اینها. بعد دیدیم مردم فرار میکنن، زن و مرد فرار میکنن و یه نفر حاج آقا رو شناخت، اومد داد زد حاج آقا نمیخواد بری. گفت برای چیه؟ گفت یه نفر مست کرده جلوی کلانتری، اونجا مست کرده و قمه گرفته، هر کی بره میزنه پوش میده اینا. حاج آقا گفتش که حالا اینم جلو اسب گرفته بود که حاج آقا نمیخواد بری. حاج آقا گفت برو ولش کن، تو برو کارت نباشه. گفت مگر کلانتری مردن؟ گفت حاج آقا در بستن فرار کردن کلانتری. ما رفتیم و یه 100 قدم مانده بود به این، دیدیم یارو قمه گرفته بود داره فریاد میزنه که نه یا میکشم فلان بهمان. حاج آقا پیاده شد. این درو خدا به جدم من به چشم نه راسته رفت این جلو یارو همین عباشو گذاشت تو درشکه، اساسو گرفت همینجور رفت جلو اینو میگم داشت فریاد میزد اینا، بدون حد با یه سیلی به این زد، این افتاد تو جو. همینجوری که پشت سیلی زد به این مثل این افتاد زمین، عصا رو گذاشت رو پشتش، عصا رو گذاشت اینجا داد زد به کلانتری. گفتش که پدر سوخته های ترسو، شما برای امنیت مردم اینجا هستین یا اینکه باید مثل زن فرار کنین؟ خلاصه اینا ریختن و 7 تا پاسبان و اینا. گفت اینا بگیرین ببندین بندازین تو طویله، فردا من باید بیام حدش بزنم. مست کرده بود عرق خورده بود. بعد اینا رو نگه داشتن اونجا، بس و پاشو بستن و اینا. فردا ما میرفتیم محکمه